شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامی حماس. دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامی حماس روز چهارشنبه مصادف به 10 اسد در یک حمله راکتی در اقامتگاهش در تهران با یک محافظش شهید شد. او برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران به تهران سفر کرده بود و نیز گفتنی است پیش از این رویداد بعض فرزندان و همسر و دیگر اعضای خانواده آقای هنیه در حملات اسرائیل بر فلسطین به شهادت رسیده بودند و همچنان هیئت بر ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای امارات اسلامی افغانستان برای شرکت در مراسم به خاکسپاری شهید دکتر اسماعیل هنیه به قطر رفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی افغانستان در صفحه اکسش از این سفر خبر داده بود. واکنش کشورهای مختلف جهان نظر به این رویداد. کشورهای مختلف جهان شهادت اسماعیل هنیه را در تهران محکوم کردند و برخی از کشورها مانند یمن و ایران عزای عمومی اعلام کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مورد انتقام گرفتن خطاب بر رژیم صهیونیستی نموده و گفت خون آقای هنیه بی جواب نخواهد ماند. پایان گزارش از سید اسماعیل سادات قریشی. خدایا رو یاورتان باد.